میگه کسی که دوستی میکنن با دشمنای اسلام، با کفار، که کفرش صراحتا معلوم است، قرآن در میده صراحتا، میته نمیده، پیغمبر صراحتا دشنام میته نمیده، سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیلم مسخرگی نمیسد نمیسد. آیت قرآن چی میگه؟ میگه و من یتولهم منکم، هر کسی، ای مسلمان ها، این خطاب برای مسلمان هاست، برای کافران است. میگه ای مسلمان ها، هر کسی از شما که چی میکنن؟ دوستی میکنن با امرای این دشمنای الله که یهود و نصارا و سیکولر هستن، بیدینا هستن، با ای فانه، پس اینمی مسلمانی که دوستی هم رازی میگن، آیت قرآن فانه منهم، از جمله ازواست، از جمله شما نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالم را. از این خاطر ببینید که چقدر خطرناک است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سومین شکننده که امروز سرش بحث میکنیم، سومین شکننده از شکننده های ایمان، یعنی ما شما نواقض اسلام در درسای قبلی حساب کرده بودیم. اول شرک بود، دوم واسطه قرار دادن بین خالق و مخلوق بود. سومیش چی هسته؟ سومیش کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت دهد. این عنوان است. یعنی سومین چیزی که ایمان انسان مشکنانه و انسان از دایره ایمان خارج میکنه و چی است؟ کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت بده. این چی معنا میده؟ معنای چی هست؟ ببینین، وقتی که ما کلمه طیبه را میخوانیم، در کلمه طیبه لا اله الا الله، اینجا اله کی هست که او را باید نفی کنیم؟ لا اله نیست هیچ کسی که ذاتش عبادت شوه و قانونش تطبیق شوه. ببین اینجا گفتن نیست هیچ کسی، پس هیچ کس مستحق عبادت نیست و هیچ کس این حق نداره که برای ما قانون بسازه، حلال معلوم کنه که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، چی خوب است، چی بد. حق الله است، قانونش الله تعیین میکنه. کسی دیگه، پیغمبر تبلیغ میکنه این قانونه، علما آنچه که الله قانون الله هست او را تشریح میکنن، توضیح میکنن، اما خودشان از خود چیز ساخته نمیتونن. این حال در لا اله الا الله آیت دیگه ما براتون ایرم شاید تشریح کرده باشم که میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. در آیت قرآن سعی کنید چی میگه الله سبحانه و تعالی؟ میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس اینجا دو چیز بر انسان نشان میده که مسلمان اول باید کافر شود. فمن یکفر بالطاغوت، اول باید کافر شوی. به چی کافر شوی؟ اول به طاغوت کافر شوی. طاغوت کی است؟ طاغوت کسی است که میخواد که قانون مخالف قانون الله بسازه. طاغوت کی است؟ اگر از پیش شما در سوال امتحان براتون سوال بیارم که طاغوت تعریف کنین، چه قسم تعریف میکنین؟ طاغوت کی است؟ کسی که، پس طاغوت کیست؟ انسان است که قانون مخالف قانون الله میسازه. خود مطرح میکنه میگه بین بر من رکوع کنین، بین بر من سجده کنین. پس این طاغوت است. این حال طاغوت، آیا طاغوت فرد است یا گروه هست و یک اندیشه هست؟ آفرین، کسایی که در درسای اول بودن میفهمن که طاغوت گاهی در لباس یک فرد میباشه. اقسام طاغوت سه قسم است. یا طاغوت به شکل یک فرد ظهور میکنن، طاغوت
به شکل یک فرد ظهور میکنه. مثل فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدایتان هستم، من براتون قانون میسازم، بین بر من عبادت بکنین، بین بر من سجده کنین، بین از قانون من پیروی بکنین. پس طاغوت قسم اولش فرد است. کدام طاغوتا؟ مثلا طاغوت فرعون یک طاغوت بود، هامان یک طاغوت بود، شداد یک طاغوت بود، نمرود یک طاغوت بود، ابو جهل یک طاغوت بود، و در عصر ما و شما استالین یک طاغوت بود، مارکس یک طاغوت بود. اینال طاغوت کیست که به ضد قانون الله، قانون غیر الله را میخواد که تطبیق شود. و این طاغوت احیانا به شکل فرد میباشد، احیانا طاغوت به شکل یک گروپ میباشه، یک حزب میباشه، یک سازمان میباشه، یک اندیشی، یک سازمان سیاسی میباشه. مثل نشنالیزم یک سازمان سیاسی است که اساس و مبدأش ضد قرآن به قوم پرستی و ترجیح یک نسل، این نشنالیزم است. سوسیالیزم، سکولاریزم، اینا کلشان کسایی هستند که اینا قوانین چی هستند؟ جماعت ها و گروه های هستند که اینا طاغوت هستند به شکل چی؟ به شکل یک گروه، به شکل یک سیستم، به شکل یک حزب. پس حزب کمونیستی، حزب سوسیالیستی، حزب دموکراسی، سوسیال دموکرات، حزب نشنالیستی، حزب پشتونخوا، حزب ستم ملی، اینی کلش احزابی هستند که یا احزاب طاغوتی هستند. چرا؟ اینا در اساس نامه حزب ازیا قوانین ضد قانون الله هست. وقتی که اساس نامه‌اش بخونی و این مقایسه بکنی که با قرآن در تضاد است، یکی حزب الله هست و یکی حزب شیطان. حزب الله گروهی هستند که قانونشان مطابق قانون قرآن است و حزب شیطان امی طواغیت هستند که قوانین از اینا ضد قانون الله است. پس احیانا طواغیت در لباس یک گروه یا یک حزب، یک گروه سیاسی تبارز میکنه و احیانا هم طاغوت در لباس یک اندیشه، یک فکر، یک فلسفه‌ای که انسان میگه که اصلش شادی است، یک فلسفه طاغوتی است. چون در قرآن میگه که ولقد کرمنا بنی آدم، ما کی رو کرامت دادیم؟ بنی آدمه. پس اصل بنی آدم است، مکرم است. اگر ما بگیم اصل ما شادی هست، پس کرامت به شادی برمیگردد، چون اصل. پس داروینیسم یک اندیشه طاغوتی است. سکولاریسم یک اندیشه طاغوتی است. چرا؟ در این اندیشه قانونی است که دین باید از ساختار جامعه دور باشه. دین نمیگن یک چیز فردی است. تو میتونی بری در مسجد دیندار باشی، در کلیسا دیندار باشی، در مندر بری دینداری بکنی، لکن وقتی که در ساختار سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، تربیوی جامعه آمدی، بازی یه دین نیست. پس یک سکولاریسم خودش یک اندیشه طاغوتی هست. دموکراسی چی میگه؟ دموکراسی میگه که ما قانونی که خدا ساخته چیزی رو به نام آسمانی نمیشناسیم. بزرگای دموکراسی یکی خاطر است که یشتکا و خرزابطای دموکراسی گپ میزنن، ما که خرزابطا جنجال نداریم. فکرتان باشه همیشه که خرزابطا جنجال نکنین، گپای جنرالایش بشنوید. اینا جنرالای دموکراسی چی میگن؟ جنرالای دموکراسی میگن که ما باید قانون را پایان کنیم از آسمان به زمین، حکومت مردم توسط مردم برای مردم. پس اینجا چیزی در دموکراسی به نام آسمانی وجود نداره. از این خاطر اینه میگن که انسان سالاری. انسان سالاری چی معنی؟ یعنی انسان سالار قانون ساز است. انسان کسی است که قانون میسازه. پس خود دموکراسی از دیدگاه قرآن
یک اندیشه طاغوتی است، چرا که قانون برای بشر میته. پارلمان اگر گفت شراب حلال است، اوکی شراب حلال است. اگر پارلمان گفت شراب حرام است، شراب حرام است. هر چیزی که هر قانونی رو که میسازه کی میسازه؟ پارلمان میسازه. پس پارلمان گروه از طواغیت هستند که قانون ضد قانون الله میسازه. کابل بانک کار کنه یا نکنه 6% 7%. پارلمان چی میگه؟ اگر پارلمان اعضای از مسلمان باشه میگه برادر نه اونجا خواهان است سری قرآن است، اینجا گپ نیست در پارلمان مطرح نکنین، بفرمایید. چون مسلمان ها شورا دارن. در شورا چی مطرح میشه؟ او چیزی که در اون نص صریح نباشه. بانک سعودی کار کنه یا نکنه، در دفتر پارلمان وقتی که مطرح میشه در شورای مسلمان ها، پارلمان که از کلمه غربی است که مربوط به دموکراسی میشه. پس وقتی که شورای اسلامی باشه، شورای اهل حل و عقد باشه، وقتی که مسئله سود مطرح میشه باشه میگه الله اینجا جای مناقشه نیست، سود حرام است خلاص. اما اگر مناقشه کرد که نه سود باشه 5% باشه یا 4% باشه یا 2% باشه، پس اینا مجموعه از طواغیت هستند که قانون ضد قانون الله میسازن. پس احیانا طاغوت در لباس چی می باشه؟ در لباس یک اندیشه، یک فلسفه است که این فلسفه لادینی هست، بی خدایی هست. در لباس یک مکتب سیاسی یا اندیشه سیاسی. والله در اندیشه ما چی هست؟ ما سوسیال دموکرات هستیم. چی معنی سوسیال دموکرات؟ والله ما را خوش میاد که اقتصاد اسلامی را خوش داریم، اقتصاد مارکسیستی را خوش داریم. پس اینی احزاب و گروه هایی که یا اندیشه هایی که اساسی از اینا چی باشه؟ قانونشان در تضاد با قانون خالق باشه، اینی چی هستن؟ طاغوتی هستن. مارکسیسم، لنینیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، داروینیسم، فلسفه های عقلگرایی، فلسفه های حسگرایی، ماده پرستا، ماتریالیسم، اینی اکثرا اندیشه هایی هستن مثلا فری مسونرز که شیطان پرستی هست. این کلش گروه هایی هستن که کلشان به شکل اندیشه در لباس یک طاغوت هستن. این آیت قرآن چی میگن؟ آیت قرآن میگه که فمن یکفر بالطاغوت، خوب متوجه باشین، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول باید به فردی که طاغوت است تو کافر شوی، باید به فرعون کافر شوی، به هامان، شداد، نمرود. و به کی کافر شوی؟ به این احزاب طاغوتی که قوانینشان، اساسنامهشان ضد قانون الله هست، به این هم کافر شوی. و سوم چه قسم به کی کافر شوی؟ سوم به اون اندیشه هایی که اندیشه های ضد قانون الله هست، اندیشه های ضد دین الله هست، ضد قرآن هست. با این اندیشه ها باید کافر شوی. اول باید به این کافر شوی. این حال کسی که تا یکی از این احزاب است و پیروی یکی از این اندیشه ها میکنه، بازی خود کافر به اون نشد دیگه، این خود او داخل است. اول باید اگر در این احزاب و در این گروه ها و در این اندیشه ها هستی، اول این اندیشه ها رو او سپرتی. قرآن هم تو میگه فمن یکفر بالطاغوت، بکل ازی فرد باشه یا حزب باشه یا اندیشه باشه، به این طواغیت اگر کافر شدی و یؤمن بالله، بعد از ایمان به الله آمد، باز میگه فقد استمسک بالعروة الوثقی، باز میگه این تمسک ورزیده بشی و عروة الوثقی. عروة الوثقی چی میگه؟ ریسمان محکمی هست که یک طرفش در دست تو است، قرآن عظیم شان، و یک طرف دیگهش در ید دست بلاکیف الله سبحانه و تعالی. او وقت باز تو از این ریسمان قلبت مرتبط است با الله و قانون الله را گرفتی به دست. اونجا هست که فقد استمسک بالعروة الوثقی. پس یکی مسلمان افغانی هست، یکی مسلمان قرآنی. مسلمان افغانی چه قسم مسلمان است؟ مسلمان است که میگه با صد گروه آشنا باش، با خدا باش. یعنی کمونیست شو، سوسیالیست شو، دزد شو، قمارباز شو، باز اجازه میده با خدا هم باش. یعنی اینجا که شراب فروشا بگرد، باز بگه من با خدا هستم. اونجا که رقاصه ها خوبه چکر بزن، باز بگه من خب با خدا هستم، با صد. این مسلمان افغانی هست. این اندیشه قبیلوی و قبل از اسلام افغانستان است. اما مسلمان قرآنی کدام مسلمان است؟
مسلمانی است که اول به این عادات و رواج ها و گروه ها و احزاب به این کافر شود و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان بیاوره. باز اونور قرآن میگه که فقد استمسک بالعروة الوثقی، اینی هست مسلمان قرآنی. اینال سومین چیزی که انسان از دایره ایمان میکشه گفتیم چی بوده؟ کسی که قانون، هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الهی برتریت بده. این حال کسی که میگه والا مثلا استاد شما بسیار تعصب میکنین، خب ما تعصب کردیم چی؟ یعنی مثلا فار اگزامپل تعصب ما یعنی چی است؟ یعنی شما کل اندیشه ها را رد میکنین؟ من رد نمیکنم، آیات قرآن رد میکنه. نه والا من سوسیال دموکرات هستم. خب چی معنی سوسیال دموکرات؟ والا من نماز میخوانم، روزه میگیرم، حج میرم، لیکن اقتصاد سوسیالیستی را خوش دارم. برادر عزیز، عقیده تجزیه نمیشه، یا سم مکمل بگی یا مکمل الا بتی. اتو نمیشه که یک لقمه از اینجا یک لقمه از اینجا. اونجا گفته فما یکفر بالطاغوت، از خانه طاغوتا برای بعد از در خانه اسلام داخل شد. اتو نمیشه که یک لنگم در خانه طاغوت یک لنگم در خانه اسلام. نماز صبح من در مسجد میخوام، نماز پیشین میره میوازش مندر خیر است دیگه. پلورالیسم دینی است که پلورالیسم دینی چی معنی که نماز صبح در مسجد بخوان که مولوی صاحب، باز در پیشین برو در مندر که بگوان گفته برو، باز در نماز دیگر که شد در کلیسا برو اونجا باز پیش صلیب ساز شو بعد گفتم تو دیگه باز چیه باز پلورالیسم دینی است. قرآن تو نمیگه. قرآن میگه که یا سم صفا ستر مسلمان باش، فما یکفر بالطاغوت، بعد از یؤمن بالله یا این قسمی را ما امروز قبول نداریم. پس این حال فرق بین مسلمانی که عقیده را میفهمن و مسلمانی که نمیفهمن، این حال ما شما در افغانستان مشکل ما چی است؟ ما عقیده خود از کجا میگیریم؟ مشکل اساسی ما این است که ما عقیده خود از کسی میگیریم که خودش عقیده را نمیفهمه. ما میریم عقیده خود زانو میزنیم پیش کسی که بیچاره خودش مشکل اعتقادی داره، قرآن از روی خواندن نمیتونه و اگر پرسانش کنی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، چی معنی؟ امیر برام چه قسم تشریح میکنه؟ میگه بیا در قرآن 7 معنی داره. یک معنیش پیغمبرا میفهمه، یک معنیش ملائکه میفهمه، یک معنیش الله میفهمه، یک معنیش اوتاد میفهمه، یک معنیش بچه فلانیا میفهمه. تقسیم بندی میکنه. خیلی ما تو چی؟ ما تو هیچ، ما تو فقط اینه میشه شیشته ما یک 5 دقیقه. نه، قرآن یک معنی داره. اونم معنی است که الله جل جلاله، اونم قرآن است که توسط جبریل امین آسمان برای امین زمین بیان شد و اونم قرآن است که الله سبحانه و تعالی دربارش گفته که ولقد یسرنا القرآن للذکر. الله چه میگه؟ ما قرآن آسان روان کردیم یا سخت؟ آره یک چیزی که یک کلمه 7 معنی داشته باشه سخت است یا آسان؟ چیز دیگه نامهای قرآن، معناهاش یا نامهاش؟ نامهای قرآن خب برای قرآن نامهای زیاد داره، ذکر است و کتاب است و چیز، اما گپ سر از این است که خود قرآن آسان است. قل هو الله احد، بگو که الله چی است؟ یکی هست. یک معنی شد نه؟ معنی دومش خیلی چی است؟ معنی سومش، معنی چهارمش جرمه؟ خداوند انسان عقل داده. خب پس در جمله نواقض ایمان اولش چی بود؟ شرک. دومش بین خالق و مخلوق واسطه قرار دادن. سومش چی بود؟ کسی که قانون غیر الله را به قانون الله چی میتن؟ برتریت میتن. پس اگر گفت که نه والا قانون امریکا است، قانون اسلام که خوبتر است، این دایره ایمان مان. کسی گفت والا قرآن که است برای زنها حق نداره، ما قانون منع خشونت میسازیم که این قانون منع خشونت به نفع زنهاست نسبت به قانونی که قرآن و سنت برشان بیان کرده. این زن مسلمان میمانه؟ از این خاطر خطر نیست که صوبکی بی بیاجی سیز نه؟ پارسال حج رفتن، امسال زد حج خدا و دین خدا و عقیده خدا با تایید قانون غیر الله از بین میدن.
بسیاری وقتا کسی است که حج رفته، بیبیاجی، امروز او بیبیاجی در تلویزیون میخیزن و قانون من خشونت با موادی که ضد قرآن است. من نمیم کلش ضد قرآن کلش است، بعضی از موادش ضد قرآن است، ضد آیات قرآن است و این تایید میکنه. پس قانونی را تایید میکنه که پس خاطر ایمان از چی میشه؟ نقص میشه. چهارمین چیزی که ایمان انسان نقص میکنه، کسی که یک مشرک کافر ندانه، یک نفر سجده به غیر الله میکنه، تو میگی نه این مسلمان است، خودت مسلمان نیستی. این بسیار خطرناک است. یک کسی که اون دوره بگه که نه یک مشرک نیست، پروا نداره، no problem. حالا برادر دموکراسی است، آزادی است، دل هر کس. اینالی چهارمین قاعده ای است که کسی که مشرک کافر ندانه، او خودش هم چی است؟ در ایمان خود نقص داد. به خاطر ازی که او چرا او کسی که به عبادت غیر الله و به قانون غیر الله هست و تو بگی که نه او مسلمان است. نه خیر، صف معلوم است. با اینی کارا انسان مشرک گفته میشه، با اینی کارا انسان موحد گفته میشه. یک نفر یک آیت قرآن انکار میکنه و تو میگی خیر است، حالا یک آیت انکار کرده، دیگه آیت انکار نکرده. نه، با انکار یک آیت قرآن ای از دایره ایمان میبره و برش بگی که برادر عزیز تو کافر میشی. از این خاطر بسیاری کسایی که دیپلماسی در دین میکنن بسیاری وقتا انتقاد میکنن، میگه والا استاد شما چرا این گپا گفتین؟ والا نگوین، مردم خفه میشن. پس دیپلماسی کردن در دین یک کمک دیپلماسی کنین. چی معنی دیپلماسی؟ یعنی یک کسی که کافر شد نگوش که کافر شدی، یک کسی در شرک مبتلا شد نگو که شرک است، یکی سجده به غیر الله کرد نگو که مشرک است، بگو خیر است، یعنی خوب آدم هستی چطور است، برش یک کمک تیری طبیعت دیپلماسی بکن. نه، این قاعده هست که کسی که مشرک نگویه و کافر نگویه و برش مشکل پیدا میشه دیگه. پنجمیش بغض و کینه ورزیدن به قرآن و سنت. سعی که خوب فکرتان باشه، بغض و کینه ورزیدن با قرآن و سنت. برای کس میگه که عروسی اسلامی بکن، میگه چی مردخانه خو نیست که ما قرآن بخوانیم. عالمی کسی که با مجلس قرآن، با خواندن قرآن، با تطبیق احادیث رسول الله صلی الله علیه و تو میخوایی که یک دوره حدیث شریف صحیح بخاری باشه، یک کسی میگه نه باید این دوره صحیح بخاری رو کنیم، این چی به درد میخوره؟ دشمنی با سنت پیغمبر داره، دشمنی با صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، دشمنی با دوره تفسیر داره، بدبینی با حلقات قرآن داره. سعی کنین این از دایره ایمان خارج میشه. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خوب این آیت یادداشت بگیرین، سوره محمد آیت 9. چی میگه؟ ذالک بانهم، چرا اینا کافر شدن؟ به خاطر میگه ذالک، این کفر از اینا به خاطر چی بود؟ بانهم کرهوا ما انزل الله، که اینا بد میدیدن آنچه را که الله نازل کرده. اینا کسی که میگه والله ما نمیخوایم که اینجا حکومت اسلامی باشه، ما نمیخوایم که حکم قرآن تطبیق شود، ما نمیخوایم که سنت تطبیق شود، ما نمیخوایم که تو سنت های پیغمبر را تطبیق بکنی، تو آمدی اینجا تو وهابی از صحیح بخاری گپ میزنی. اینا وقتی که تو سنت پیغمبر را تطبیق میکنی او مخالفت با سنت میکنن، تو آیات قرآن را تطبیق میکنی مخالفت با آیات قرآن میکنن. تو میگی حلقه درس صحیح بخاری باشه، میگه نه نباشه. تو میگی مدرسه حفظ قرآن در این مسجد ساخته شه، میگه نه ساخته نشه. پس اینجا چی شد؟ با مخالفت با چی است؟ پس کسی که بغض و کینه به قرآن و سنت میکنه، قرآن خوشش نمیاد، سنت پیغمبر خوشش نمیاد، سر ریش رشخند میزنه، سر حجاب رشخند میزنه. بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. متاسفانه الله سبحانه و تعالی ما شما را حفظ بکنه. درس عقیده خیلی خوب است که تو زبانت حفظ میکنی، ادب حفظ میکنی. والله میگه یک کسی میگه یک مدرسه حفظ قرآن جور میشه، بسیار خوب است برادر. من واسم نمیرسه که یک صدر پا بتم، من مخالفت ندارم، به سر چشم جور کنم. والله یک دوره حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، اهلا و سهلا
دورش جور بکنیم. این که من خودم شخصا آمدن نمیتونم، الله برام توفیق بده، اما من مخالفت نمیکنم. والا فلان نفر سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1000 سنت در یک روز تطبیق میکنه، خداوند برش اجر بده، من هم کوشش میکنم که تطبیق بکنم. فلانی به این عقیده هست که اینی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح است، من تطبیق میکنم. والله ما به امرای ازی بدبینی با سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارم، من تسلیم هستم، آمنا و سلمنا. پس بسیاری وقتا اینی کسایی که یصدون عن سبیل الله که در مقابل راه خداوند مانع واقع میشن، این بسیار خطرناک است. ما امیدوار به این هستم شما جوانای هوشیار و مسلمان هستین، نصیحت من برای شما اینمی هست که هیچ وقت تعصب نکنید. وقتی که آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان آمد تسلیم شو. این که من تطبیق نمیکنم this is my problem، مشکل من هست، من خداوند هدایت کنه. اما در مقابل آیات قرآن، در مقابل قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت استاد نشید، مخالفت نکنید. چرا مخالفت با تطبیق قرآن و با تطبیق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این سرمنشش قلبی است که بغض با قرآن و سنت داره و هیچ وقت با محبت صحیح است. همین حدیث را که تو تطبیق میکنی و قناعت حاصل شدن و حدیث صحیح است، اهلا و سهلا، خداوند تو را توفیق نصیب بکنه و مرا هم الله توفیق بده که ما این عمل بکنم. از این خاطر مشکل است و بسیاری کسا مشکل پیدا میشه که حدیث صحیح پیغمبر برش خوانده میشه، این در مقابل از ایستادگی میکنه و مخالفت میکنه. یا مثلا آیت قرآن برش گفته میشه، خب اگر مثلا در آیت قرآن اجتهادات وجود داشته باشه، بگه بله این عالم مجتهدین تو میگه یک اجتهاد دیگه هم وجود داره و این حدیث که خواندی حدیث دیگه هم وجود داره، من این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنم، من با حدیث مخالفت ندارم، این حدیث مثلا حکم خاص خود داره، یا این حدیث اگر تو باشه که منسوخ شده باشه یا حکمش نباشه، یا توجیه و تحلیل و اجتهادی در وجود داشته باشه، وجود درست است. اما این که مطلقاً ما در مقابل نص صریح قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم استاده شیم و بگیم که نه والا ما این قبول نداریم، ما رواج مردم ما اینمی قسم است، ما با رواج خود روان هستیم. ما همون چیزی که بابا کلانای ما میگه، ما با بابا کلانات میگه. بابا کلانات خود تمام روز در نوروز طبله میزد. نوروز خود عید مجوسی است، این خالق میفهمی. خود 20 سال پیش چرا ملا صاحبا نمیگفتن؟ خب ملا صاحب 20 سال پیش ما بودم که من یاد نداشتم، نمیفهمیدم دیگه. حالی که فهمیدم قرآن، حالی که فهمیدم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز آنچه که قرآن میگه بیان میکردم. پس 25 سال پیش من ملامت بودم، نگفتم حالا میگم مال چرا قبول نمیکنی؟ 25 سال پیش وقتی که تو یک دایره میدادم در نوروز خوب خوشحال بودی. حالا که برات حق میگم، نه تو اصلا حق قبول نداری، تو نوروز خوش داری، تو تنبور خوش داری. از اون خاطر هر گپی که مطابق مزاجت بود، از این خاطر یهود مشکل شبیه بود. مشکل یهود چی بود؟ آنچه که مطابق مزاجش خواسته نفسیش بود او را قبول میکرد و اون چیزی که کمک مخالف مزاجش بود باز رو رد میکرد. از این خاطر یعنی بسیار خطرناک است کسی که بغض و کینه با چی میورزن؟ با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که ریش بدش بغض و کینه است با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی ریش خدا کل میکنه گناهگار است، ریش بد میگه کافر میشه. چرا خدا کل میکنه؟ والا ما همین ریش خدا کل میکنه، میخوایم که یک همه که کومایم که بم واره تو خوب معلوم شود دیگه، یک همه که فیشنش هم حالا اگر ریش مبانم پیر معلوم میشیم، یک همه که خدا جوان معلوم بتونم برم یکان ازدواج نو بکنم یا چطور کنم. اکثرا کسایی که ریش خدا کل میکنه خب میخواد که خدا ساختگی، اگر بسیار آدمی که مقبول باشه که ریش خوب اما تو مقبول معلوم میشه. اما اگر بدرنگ باشی دیگه او میخوای قسمی خدا جور بکنم و پوستای خدا مثلا جور بکن. به هر صورت کسی که ریش خدا کل میکنه کارش یک سنت پیغمبر یا یک واجب است ریش ماندن، چون حکم ریش واجب است، چون پیغمبر امر کرده و دلیل نیست که او را از وجوب بگردن. اینالی که ریش خدا کل میکنه گناهگار است. اما اگه باز با ریشدار بدبین است، باز این در این باب داخل نشه که بغض کینه با قرآن و سنت رسول الله هم آدم از دایره ایمان میکشه. پس آدم مسلمان
بغض کینه با این نداشته باشه. یگانه کی میگه والله ما رمی دارای هیچ خوشم نمیاد. خب ایناله مرا حکومت اسلامی خوشم نمیاد. ششمین چیزی که انسان از دایره ایمان میکشه، کسی که به مقدسات تمسخر و ریشخند کند. این بسیار خطرناک است. کسایی که فکایای مولانا نصرالدین حفظ داره، ایمان از این حفظ نیست. احتیاط کنید. کتاب در بازار فروخته میشه به نام مولانا نصرالدین، سر علمای اسلام ریشخند میزنه. کسی که سر ملا فکایی میگه ایمانش در خطر است. ما شما ملا رو چرا کی ملا میگیم؟ ملا کسی رو میگیم که در مسجد امامت ما رو میکنه. ملا صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب. اینال دو مسند ولو که آدم بسیار ضعیف باشه، همونجا که استاد است در مسند پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیشته. اینال تمسخر با علمای اسلام، تمسخر به دین، این انسان چی میکنه؟ انسان از دایره ایمان میکشه. اگر کسی هست که مثلا شخصا یک کسی هست که بیدین است، یک ملای هست که به نام ملا به ضد دین تبلیغ میکنه، مردم شرک رواج میده، یک فرد سرش انتقاد میگه. اما وقتی که میگه کلگی، اینا تمسخر به مقدسات. مقدسات چی هست؟ سعی کنیم. یک کسی مسخرگی بالای قرآن میکنه، یک کسی سر خدا فکایی میگه، سر پیغمبر فکایی میگه، سر پیغمبرش خند میزنه، سر قرآنش خند میزنه، سر دینش خند میزنه، سر سمبول دین یا پیشواهای دینش خند میزنه، سر صحابهش خند میزنه. در آیت شریف است که در شان نزول از آیت شریف چی میگن؟ میگه یک کسی در یک جای شیشته بود در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در یک جای صحابه کرام شیشته بودن. سعی کنید مسخره گیره. پیغمبر صلی الله شیشته بود تحت صحابه کرام. ای آمد گفت اون قاریا را میبینی؟ منظورش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت را میبینی اونجا شیشتن؟ گفت چی مشکل داره؟ نه گفت سعی کن تو شکمایشان سعی کن کتا کتا و در سر دسترخوان که بیشنن زیاد میخورن و در میدان معرکه که شو باز پس هستن. خود سر زیارش خندیر شروع کرد. این صحابی مبارک برش گفت که او منافق، تو اصحاب پیغمبر این قسم گپای زشت میگی؟ باش ما به پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برم و جریان برش بگم. صحابی دیگه میگه که هنوز این پیش پیغمبر نرسیده بود که وقت وحی از آسمان جبریل امین وقت رسید پیش پیغمبر و از جریان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با خبر. این صحابی میگه که هنوز پیش از اون نارسیدگی من رفتم که امی کسی که می گپ زدن میرش خندیره که کرده سر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در کمربند شتر پیغمبر هم خدا کشال کرده. پیغمبر هم سر شتر شیشته، یه دمی کمربندش گرفته و برش میگه که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، ما خود ساتری میکردیم، ما خود فکایی میگفتیم، ما تو یک خوشطبی میکردیم. اور میگه من دیدم که از بالا نبی اکرم صلی الله علیه و سر شتر خودسوار است و به طرف این آیت قرآن میخونه که قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما به الله و آیات الله و به پیغمبر الله شما مسخرگی میکنین؟ لا تعتذروا، عذر نکنین، قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. سیکو ایمان داشت، از ایمان چی شد؟ خارج شد. پس این آیت شریف بسیار این آیت شریف بسیار تنبیه میکنه برای کی؟ برای کسایی که اونا فکایی میگن. در افغانستان بسیار رواج است. بعضی کاکا دو دفعه کافر میشه نمیفهمن. میگه والا در می آسمان یک ملائکه شیشته، ملا صاحبا که خیرات کنن بازو یک دول میزنن.
ملائکه را دولچی ساخت. اگه بجبوی کاکا جان بابا کلان خود دولچی بود، یک دفعه سر میخیده که جلالی میشن. چرا تو بابا کلان مرا گفتی که دولچیست؟ خیلی تو چرا ملائکه خدا را گفتی دولچیست؟ بابا کلان از او اگه دولچی بوی گناهگار شدی. ملائکه معصوم دولچی بسازه این کفر است. اصل نیست همی فکایی رو میگن نمیگن. دیدین نه؟ خوب آدم های کلان میدید متاسفانه این گپ استعمال میکنن. چرا؟ فقه خوانده عقیده نخوانده. میفهمه که فرایض نماز چند است، واجبای نماز چند است، والا سنت های نماز چند است، والا معاملات چند است، که جنایات چطور است، که اگر یک از جنایت کرد تمام روزی نخوانده، لکن یک روزی آیت قرآن سرش فکر نکرده که آیا مسخرگی کردن در مقابل مقدسات ملائکه معصوم است. تو برای دولچی میگی؟ علمای اسلام یعنی هر کسی که عالم شد آنقدر بخیل میشه که خیرات نمیکنه. این دلیل چی؟ انگلیس ها آوردن، آیسته آیسته یهودی ها آوردن و بر مردم افغانستان رواج دادن در لباس چی؟ در لباس فکاهی های مولا نصرالدین، در حالی که اصل مولا نصرالدین خوجه نصرالدین از در ترکیه و خوجه را عرب ها جها میگن، انگلیس ها هادجه میگن، HODGA، یک وقت ترجمه میکردن. اما وقتی که اینجا من گفتن نه کلمه خوجه را اوسو کنین عوضش ملا بانین، چرا که مردم عالم خدا. اینه میگه اگه مثلا تو پیش یک هندو برو بگو لالا هندو ما یک فکایی میگم، بگو فکایی، والا یک پندت سر تخم چشته بود چوکی میخورد، بعد میگه که تو بسیار لودا انسان هستی، سر پندت ما توش خندی میکنی. اگه پیش یک کریستیان بری نصرانی و برش بگی که تو کریستیان هستی، بگی آقا من کریستیان هستم، برش بگی که والا اونجا یک کشیش شما در کلیسا سر خر سوار شده بود، دم به خر دادانش بود. برش بگی تو چی میگی؟ تو بسیار احمق انسان هستی، تو سر رهبر دینی ما تجاوز میکنی. پس اون دو سر رهبر خود اجازه نمیده، کریستیان اجازه نمیده، جویش یهود اجازه نمیده، اما مسلمان احمق بیدینی که آیت قرآن خبر نداره عیسی میخیزه این فکایا را گفته میره و آدم مجلس دیگه را خنده کرده میره. اگر بگویش که باز دین چطور است، به خاطر از اینکه دینش همیشه چی است؟ دین کت تبله یاد گرفته. خود اینمی کت تبله آیت قرآن خواندن کفر است. شما بخواین کتابای فقهی را میگه کت موسیقی قرآن خواندن کفر است، مطلقا میگه کافر میشه، مرتد میشه. چرا؟ میگه چون قرآن کلام مقدس است و این موسیقی وسایل فسق است. تو با وسایل فسق آمد یک چیز مقدس خواند، یعنی سر از این مسخرگی کردی، ریشخند زدی. این حال مشکلی است که بسیاری کسا این نمیفهمند. هفتمین علتی که انسان از دایره ایمان میکشه سحر، جادو، فالبینی و رملاندازی هست. اکثرا ساحرا، تعویذگرا، فالبینا یا از دایره ایمان مبراین، کافر میشه. چرا؟ و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، شیطانا کافر شدن. چرا؟ یعلمون الناس السحر، مردم به چی درس میدادن؟ پس هر چیزی که سحر است و هر چیزی که راهی به طرف سحر است یا یکی از ابواب سحر و جادو هست، این کلش صاحب این انسان کافر میشه. محبت دادن یک تعویذ میتوند که مادر اولادا کتت خوب محبت کنه، اینمی خود تعویذ محبت یکی از شاخه های سحر و جادو هست. گمشده تا پیدا میکنم کت تعویذ. این حال چون ساحر علم غیب ادعا میکنه و کسایی که پیش از اینا میرن او رو تایید میکنن، از این خاطر خود جادوگری و فالبینی و سحر و این متاسفانه بسیاری از تعویذگرا که در تعویذهای خود نامهای غیر الله را نوشته میکنن، یا بدوح و یا هامان و یا شداد و یا نمرود و یا شرطتوس و یا مرتتوس. یک روز یک تعویذ آورده استاد تیره بخور الکواز میکنه، در اون تعویذ نوشته است یا شرطتوس یا مرتتوس یا مقلوتوس. میگه نامهای شیطان است. پس این حال اکثر یا چی میشن؟ از دایره ایمان خارج میشن. چرا؟ سحر انسان از دایره ایمان میکشه و تصدیق ساحر که او غیب ادعا میکنه او رو تو عالم غیب میدنه. از این خاطر نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفته که کس پیش یک فالبین جادوگر ساحر میره میشینه،
به مجرد شیشتن پیش از این میگه 40 روز عبادت ازی از بین میره. همین که رفتی که کاکا جان اکفال ما بیبی 40 روز عبادت شف دلیت و میگه اگر باز به گپاش تصدیق کرد خوب گپا زد والا راز گفت به خدا اینه چی شدن؟ این میگه کافر شده با آنچه که بالای رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده به قرآن نازل شده. یعنی یک کسی در درس عقیده اشتراک نمیکنه، عقیده رو نمیفهمه، سی دی درس عقیده رو هم خوش نداره که بشنوه، بازی ایمان خود حفظ میکنه. لا سخت است، بسیار سخت. خدا ما خود ما میترسیم وقتی که من این کتاب عقیده رو نوشته میکنم میگم از هر کلمه و از هر فکایی و از بسیاری گپات میترسم که همین دار خدا شور داده نمیتونم. چرا؟ خطر است. هشتمش اینجا میگه که پشتیبانی و یاری کردن مشرکان و کافران. الله نجات بده. الله نگاه کنه که این عصر بسیار خطرناک. در آیت قرآن چی میگه؟ محبت، دوستی، پشتیبانی، یاری کردن با کفار بر ضد مسلمانان یکی از نواقض ایمان. آیت قرآن چی میگه؟ و من یتولهم منکم فانه منهم. این آیت قرآن میگه کسی که دوستی میکنه با دشمنای اسلام، با کفار که کفرش صراحتا معلوم است، قرآن در میده صراحتا، میته نمیده، پیغمبر صراحتا دشنام میته نمیده، سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیلم مسخرگی نمیسد نمیسد. آیت قرآن چی میگه؟ میگه و من یتولهم منکم، هر کسی، ای مسلمان ها، این خطاب برای مسلمان هاست، برای کافران است. میگه ای مسلمان ها، هر کسی از شما که چی میکنن؟ دوستی میکنن با امرای این دشمنای الله که یهود و نصارا و سیکولر هستن، بیدینا هستن، با این فانه، پس اینمی مسلمانی که دوستی هم رازی میگن، آیت قرآن فانه منهم، از جمله ازواست، از جمله شما نیست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نمیکنه قوم ظالم را. از این خاطر ببینید که چقدر خطرناک است، چقدر خطرناک است کسایی که میگن که دوستای خارجی ما، دوستای امریکایی ما. این آیت قرآن خواندی خیر است، قرآن برزی است. آیت قرآن چی میگه؟ و من یتولهم منکم. خب دقیق لطفاً ریفرنسشان براتون میگم، سوره مائده آیت 51. لطفاً سوره مائده آیت 51 در تفسیر کابلی، در معارف القرآن، در تفسیر سید قطب، کلش فارسی، تفاسیرش به فارسی ترجمه شده. تو نیست که به دیگه زبان، دری و پشتو عمل در بازار وقتی که بری بعضی از تفاسیر است. تفسیر زلال القرآن سید قطب رحمه الله ترجمه شده. تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع است. دیگه تفسیر کابلی است. امی آیت شریفه لطفاً به خاطر حفظ ایمانت در شرایط کنونی یک مرور بکن. اگر باز قرآن حاصل نشد مشکل نیست، لیکن این آیت قرآن میگه و من یتولهم منکم، هر کسی از جمله شما مسلمان ها دوستی میکنه با امرای ایشان، فانه، پس اینمی مسلمان منهم، در جمله از اونها هست. پیروان قرآن نیست، در روز از جمله از ماست، در روز قیامت که تونم حشر میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. یا آیت قرآن نمیخوانن، نمیگن، تشریح و توضیح نمیکنن. شما حداقل از یک مفسر قرآن، مثلا مولوی صاحب عبدالسلام عابد پرسان کنید، مولوی صاحب می آیت قرآن خبر ما یک 5 دقیقه یک تشریح کو، اون خیلی سه معناش بر ما بگو، همین آیت چی معنا میده. پس ببین که در کدام جای قرار میگیریم. از همین خاطر است که میگه در آخر زمان، وقتی که میگه فهمیدم، باز مردم میگه چرا استاد همین زیاد، در آخر زمان یک نفر صبح مسلمان میباشد، دیگر چی میشه؟ خیلی مشکل داره. صبح مسلمان دیگر کافر، خیلی درست.
که آدم بسیار بی تفاوت است. حالا یک جمعه آمدم شوقکی در این مسجد شیشتم، باز جمعه دیگه نآمدم. کسی که اگر اهمیت درس عقیده را بفهمه، ختم و خیرات و چل و شب جمعگی و یار کلش ترک میکنه. تو در ختم میری پیسه از او بیچاره مصرف میشه و چیز هم هست، ثواب مواب نیست. چرا اون کسی که در ختم میبریش او سر به نیت پیسه میه. عبادت وقتی که به نیت پیسه شد و قبول نمیشه. خب نهمش اعتقاد داشتن به این که کسی میتواند از دین اسلام خارج کرده. یعنی کسی بگه که هر کس دلش میتونه کسی از اسلام خارج شود. به نظر من بعضی کساست نه یا آزادیست، دموکراسیست، یک نفر کافر مسلمان بشه. اگر کسی اعتقاد به این داشت که کسی میتونه از دین اسلام خارج شود، خودش کافر میشه. الرضا بالکفر کفر. تو که راضی باشی که یک مسلمان کافر شه و خودت کافر میشی. تو که نه برادر عزیز، از کسای دیگه که از دیگه ادیان میاد، ادیان باطل است، ساخت بشر است، غلط است، میای به اسلام راه هدایت شده. اما چطور از هدایت و از حق و از دین اسلام بره باطل، یعنی باطل حق است. یک کسی که میگه میتونه از اسلام خارج شه و به او بره، معنیش است که او را هم حق فکر میکنه و کفر حق دانستن کفر است. از این خاطر کسی که اعتقاد داشتن به این که کسی میتونه از دین اسلام خارج شود، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که بغیر اسلام دین دیگه را اختیار بکنه، از او قبول نمیشه، او باطل است. پس الله میگه بغیر اسلام دیگه ادیان باطل است. و ما میگیم که هیچ کس حق نداره که از اسلام برایه، و اگر برایه او از به باطل رفته و ما تاییدش نمیکنیم. یعنی اگر کسی را تایید میکنن، پس این مشکل باش پیدا میشه. دهمی چیزی که از جمله شکننده های ایمان است، اعراض و روگردانیدن از قرآن، اعراض و روگردانیدن از اسلام و قوانین آن. کسی که میگه والله راست پرسان کنی قانون اسلام خوش من نمیاد و خوش من آمد و ما فعلا نمیخوایم که قانون اسلام تطبیق شود، والله این تو مشکل است. درست است، مشکلات در تاریخ وجود داشته. درست است، مثلا همین غربی را که تو تایید میکنی، جنگ اول جهانی را کی کرد؟ خامی‌ها کردن. جنگ دوم جهانی را کی کرد؟ همیا کردن. از همین اول تاریخ اسلام شروع کو تا امروز چند نفر کشته شده؟ و تنها مقایسهش کو با کسایی که کشته شدن در جنگ دوم جهانی، باز برات معلوم میشه که کی جنایت زیاد کرده و کی قتل زیاد کرده. یعنی یک جنگ از یا سیزده میگه یک تک آهنگر 100 تک زرگر. ما بیچاره اگر تک تک هم کردیم، اما یا که با صاحب یک مرتبه یک بم رکه. امریکا در هیروشیما و ناگاساکی در ژاپن استعمال کرده، تا امروز در منطقه سبزه نمیره، درخت. مجبور است که ژاپنی‌ها کل خاک‌های از روز کنن، خاک دیگه از کدام جای دیگه ببرن. یک بم از اون. منال کسی که شیطان بازی میدش، والله درست است. ما نمیگیم مسلمان‌ها اشتباه نکردن، اشتباه نمیکنن، غلطی ندارن. والله کلگی معصوم است. معصوم نیستیم، کل ما اشتباه میکنیم، غلطی میکنیم و به غلطی خود اعتراف میکنیم. لکن کسی که به خاطر اشتباه یک مسلمان، خود تو مسلمان هستی، تو اشتباه نکن، تو رای درسته بگی. ما معصوم نیستیم. مسلمان ها معصوم نبودن. بعد از پیغمبر هم هیچ کس معصوم ادعای اسمت نکردن. از ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشتباه کرده، حضرت عمر رضی الله عنه اشتباه کردن، صحابه کرام اشتباه کردن، تابعین اشتباه کردن، تبع تابعین اشتباه کردن. لکن نسبت به اشتباهاتشان خوبیایشان بسیار زیاد بوده. یعنی اگر مثلا حضرت معاویه رضی الله عنه را حساب بکنی، اگر حضرت معاویه رضی الله عنه که حضرت علی در یک جنگ یا دو جنگ بین هم در اجتهادات و به اصحاب دستای یهود در بینشان یک اختلاف یا یک جنگ شده،
لکن شما سوال کنین که امی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه اسلام به کجا انتقال داده که امروز ترکیه و انقره و نصف اروپا که مسلمان است، کلش در زمان حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه به دین مقدس اسلام مشرف شدن. نیم دنیا را مسلمان ساخت و ریش در نظرت نمیگیری. اما چون معصوم نیست، آدمی که معصوم نبود در اجتهاد خود اشتباه میکنه، اشتباه کرد از پیش انسان غلطی میشه. پس ایناله و من اظلم و اعراض و روگردانیدن از اسلام و قوانین آن. آیت قرآن چی میگه؟ و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها. میگه کی ظالمتر از او انسانی که برش آیات پروردگار خوانده شود، برش فهمانده شود و باز رو بگردانه، بگه نه والا من قبول ندارم. انا من المجرمین منتقمون. الله سبحانه و تعالی میگه ما از مجرمان انتقام میگیریم. پس این کسی که از آیات قرآن، از حکم قرآن سرپیچی میکنه، این چی است؟ و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. سوره سجده آیت 22 است. آفرین. سعی شاگردای لایق، دعوتگر خوب آیات قرآن از استاد خود پرسان میکنه. حدیث را که استادش برش تشریح میکنه، برش میگه استاد تو برام بگو همین حدیث صحیح است یا صحیح نیست. حق دارید. اما این نیست که هر کسی یک گپ زد و آمد تومت که سر صحابه پیغمبر صلی الله علیه و والله در زمان صحابه رفتن صاحب از قبر پیغمبر مدد خواستن. در کدام کتاب خوانی سر صحابه پیغمبر تومت میکنه؟ لعنت الله علی الکافرین، لعنت الله علی الکاذبین. بسیاری کساس به خاطر تعصب خود سر صحابه پیغمبر هم تهمت میکنن. اینی بود تقریبا چند تا شد؟ یعنی 10 نواقض از نواقض ایمان بود که الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق بده که خدا همیشه انسان وقتی که ویروس شناخت خدا چی میکنه برش؟ خوب آنتی ویروس خدا قوی میسازه. اگر ویروس نشناختی پشت آنتی ویروس نمیگردی و انسان مبتلا به. از این خاطر الله جل جلاله ما و شما را توفیق بده که بفهمیم، اینه در خانه های خود برای دوستای خود بفهمیم تا که ما و شما از این بدبختی نجات حاصل بکنیم.